سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از بازی ماینکرافت پارت 8 دیگه. آره پارت 8 اومدیم دیگه بریم یه چیزایی بهتون بدیم، یه تغییراتی کردیم دیگه، بریم دیگه دنبال دایموند و دیگه به هدفمون برسیم و دیگه غیره. و دیگه اگه هرچی زودتر دیگه این بازی رو تمامش کنیم دیگه بریم دیگه. بله آره دیگه اینجوریه. خب بریم داخل بازی دیگه. چیزی خاصی هم بهتون میخوام قبل که بریم داخل بازی چیه؟ مصطفی است. بله مصطفی است. بریم. خب اینجا داخل بازی بودیم که دیگه اینجا بود تغییراتش. مثلا دیگه یه دونه فرسل درست کردیم، همون اجاق گاز یه دونه درست کردیم. بعد دیگه یه دونه هم چست درست کردیم، یه دابل چست درست کردیم که مثلا دیگه یه چیزایی داریم و دیگه ریخیم، یه گل و دیگه تبر دایموندی و دیگه غیره. و دیگه تغییرات دیگه که الان بهتون نشون میدم. چرا سیستم اینجوری هنگ میکنه؟ آی چی شدی؟ چه مرگت گرفته؟ بهتر شد. بریم بیرون. اینجا همه که طبیعی. بعد یکم از گوسفندامونو چی کردیم، یکم از گاوامونو پرورش دادیم و یکم دیگه از مرغامونو دیگه ازم به خدمتتون. خب چینجوری شد مرغامونو پرورش شده. بالا بیا چند تا مرغ بیا جفت گیری کنیم. نه تخم گذارم ولی من نمیدونم چجوری بچه میذارم دیگه نه. خب و چیز دیگه که میخوام بهتون نشون بدم چیه؟ اگه گفتین بذار بریم بالا. ای بابا اصلا چی شد؟ خب بریم بالا. 3 2 1. قبل از که خونه هم ببینیم چیکار کنید؟ حتما 0 تا 10 یا 1 تا 10 به این چیزی که ساختم نمره بدین. بله طبقه دوم فلات بود. طبقه شو فلات 2 طبقهش کردیم. هنوز اینا هم نکردیم. جالبه اینا که رفتیم طبقه دوم نکردیم. گلامون هم نکردیم. بعد دیگه بریم طبقه دوم بهتون نشون بدم ببینیم چی جوریه. بریم طبقه دوم. این طبقه دوم ما اینجا رو بهش اضافه کردیم. بعد دیگه اسکلتونش هم کردیم. بعد دیگه اسکلتش هم چوبیه، آهنی نیست. بله جالبیش اینجاییه که اسکلتمون چوبیه، آهنی نیست. همه اسکلت چوبی چی میکنن؟ همه اسکلت همه اسکلت آهنی چی میکنن؟ ما چوبی چی میکنن؟ منطق ماینکرافت که این همه آجر رو نگه میدارم منطقش. و دیگه روشناییش کردیم. اینجا قرار چی بشه؟ اینجا قرار منابع ما بشه. اینا همه بکنیمش، اینا همه رو چست بزنیم، دابل چست بزنیم. اینجوری نظرتون چیه؟ خب بریم این کار انجام بدیم. پلن امروزمون اینه دیگه. این معدنامونو بیایم چی کنیم و یه کار دیگه هم مونده که انجام بدیم که خیلی مهمه. هرچی چوب داریم ورداریم، هرچی 2 تا هم 2 تایی بریم و آلوار هم هر چقدر داریم ورداریم. بریم پایینی. حالا چست پایینی هیچی نداریم، فقط 3 تا دایموند مهم و یه پیتک دایموند. جالبه. خب حالا بریم اینا تبدیل، مثلا اینا همه تبدیل به چی کنیم؟
چند تا؟ 3 تا، اینم 5 تا، میشه 8 تا جمع. 8 تا آلوار برای یه دونه چست، تک چست. پس ما اینا همه با آلوارش کنیم. خب حالا چست 8 تا هم میتونیم چست کنیم. چست خب هر چقدر چست میتونیم بذاریم و دیگه حالا قضیه رو بکنیم. خوب شد دیگه، منابعمون کامل شد دیگه، به ترتیب و دیگه الان به خدمت باحال میشه. خب از اینجا یکی، این 2 تا، این 3 تا، این باز میشه، این 4 و دیگه به نظرم 3 تا بسته دیگه. آره 3 تا زیاد ششم بالاش بمونه دیگه، بالاش بمونه بهتر. خب یکی جا خالی میذاریم کار داریم، حالا میبینی شما. خب اینجا باز دوباره برو، آها باز اینجا بمونه. اینجا باز اینجا خالی، باز بریم اینجا. ای بابا حالا بیایم باز دوباره اینجا، باز بیایم اینجا. چست چستان تا الان عیبی نداره. حالا جور میشه. حالا میخواستیم یه کار دیگه کنیم، بریم گلامونم ورداریم. یا بریم چوبی کنیم یا گل برداریم. اون آدم چوبی الان که شبه، بریم بخوابیم اول، بریم بخوابیم. خوب شد. چی زامبی؟ زامبی همونم. چرا کامپیوتر امروز اینجوری شده؟ سیستم کار اصلا کلا قاط بردشه، باخ کرده. یا ببین لام از سب ببین. و دوم این که بگین چرا لول هم اونقدر پایینه، چون من امروز رفتم دنبال نیشکن. کجا رفتم؟ اون ور قاره. نگاه کنین داخل مپ، یعنی نگاه کنین این جای مپ و من کلا گشتم برای نیشکن کجا بود؟ یعنی اینجا بود، اینجا نیشکن. و یه همه رو رفتم، شب شده دیگه، خب نبوده بوده، یادم رفته بود دیگه، مردیم. باز دوباره این همه رو رفتیم دنبالش شد دیگه، خب بردش رفتیم دنبالش شد دیگه. یک بدبختی رسونیم خودمونا، برای همون دیگه دوبارم کم شد، اینجور شد دیگه. حالا باید بریم درخت بکنیم. چقدر باید درخت بکنیم. حتما به خونه طبقه دومم از 1 تا 10 یه نمره بدیم دیگه. من یه نمره بدیم. به نظرم که گل داریم، از گل استفاده کنیم. اینا بذاریم برای یه چیز دیگه که لازم دارم. آی درخت هم میداریم. بسه 39 تا. نه بریم
5 تا دیگه حداقل 64 تا داشتش الکی این همه زحمت نداریم دیگه. باز دوباره این همه راه بریم درخت باز دوباره یک بار بکنیم باز راحت آسوده غیر از اینه. تا برسیم و دیگه فهمیه که بکنیم 64 تا رسیدیم نه همین یکی رو هم بکنیم دیگه 64 تا برسیم بیادی هم دیگه رسیدیم ولی بکنیم بعد دیگه هم ویدیو قبلی هم که فهمیدین دیگه آره دایمن شدیم و دیگه الان دیگه زرم دایموندی داریم پیتکس دایموندی داریم فعلا قایمش کردیم تا موقع اگه دایموند پیدا کردیم چیکار میکنیم اونو میاریم بیرون ماینش میکنیم اگه نشه دیگه مجبوریم از همین آهنی و سنگی اونو استفاده کنیم اگه بشه ببینیم قاب عکس یکی درست میشه وای قاب عکس خوب قاب عکس بود دیگه او چرم او مای گاد چرم اینا رو هر چقدر داریم چی کنیم اول هر چقدر داریم دیگه چی کنم و دیگه یعنی از این چرم ها 4 تا داریم و از اون دیگه نداریم الگرام اون حالا از درست میشه دیگه الان از اون داریم 4 تا میشه 4 تا فعلا 4 تا الان 4 تا خریدم و میایم اینجا او گلامو نگاه رفت آی گل گلامون اینجا 64 تا گلم باشه بس 64 1 2 3 و اینا قرار میدیم و اولی مثلا تخم میرسه از جاش تخم اساسی این مثلا غیر از این اولیه مثلا دیگه میگیم همین خاک گل بره ما دیگه این مخصوص گله مثلا دیگه این یه مثلا بذاریم مخصوص شوب این شوب بعد دیگه این آلوار بعد باز داریم این گلاشی میکنیم ببین دست باز سبزه نمیاد خدا بس دیگه مثلا دیگه اینه بزنیم مخصوص مثلا تخم علیبه زیاد داریم دیگه تخم اون کجا رفت وای تخم پرید حالا چیزی زیاده نه حالا ما بریم شاید با گاب اینا رو بده حالا یک ما گابمون رو بکشیم ببینیم چجوری میشه از گابم بکشیم و دیگه بعده گابا اومده 2 تا رو نگه داریم بس
مرگ درد گناه دارم تفلی ولی این دروغو که میگی راسته؟ گناه دارم 4 تا دوباره 4 تا الان میتونیم قابلس درست کنیم. ما باز دوباره با پرورش بریم و یک سکون مثلا بریم بخوریم دیگه هنو زیاد دیگه مثلا دیگه چرم میتونیم بخوریم بریم دیگه چی بریم دیگه از اینا و مثلا چی و اینا و زرامون هم که مثلا دیگه بریم اینا خب بسی یه دونه چی هم داریم اولین کاری که بکنیم کفتین تیبل همونو بالا هم ببریم کفتین تیبل بالا داشته باشیم بعد دیگه بالا هم داشته باشیم بعد دیگه حالا یه همینجا درستش کنیم 4 3 تا صدا گوسفند هم گوسفند دیگه داشت گوسفند صدا گوسفند هم چی میخوام باشم که صدا چی برده بعد دیگه بعدم به خدمتون سخون و اینم چرک و اینجا ما بذاریم مثلا این سخون بعد دیگه دوباره کو گلامون کو گل بعد دیگه اینا دیگه ازم به خدمتتون دیگه چی بزنیم از اینا هم بذاریم قاب عکس همون نیست قاب عکس اینجا قاب عکس این هم بذاریم اینجا الان ما دیگه توی این هم بیار کفتین تیبل نمونم بذاریم که خب اگر از این ویدیو خوشتون اومد دیگه حتما لایک رو بکوبین و دیگه حسابم بکنید زنگوله رو فعال کنین دیگه من به شما کاری ندارم دیگه حتما 1 تا 10 به این خونه قشنگ رو طبقه دوم نمره بدین و دیگه کاری دیگه باهاتون ندارم پس با ویدیو بعدی بدرود.